واقعا به نظر شما نمیارزه 25000 دلار دام پیمنت بذاری تو یورکویل آپارتمان بخری؟ قیمتش هم کم کردیم آقا، 460000 دلار. باورتون میشه یه بچلر سویت با آدرس 155 یورکویل میخری به 460000 دلار. ایر بی ام بی هم میتونی بکنی شبی 300 دلار، یعنی تو این منطقه اوریج ایر بی ام بی شبی 300 دلار به راحتی میتونی پول در بیاری. و دیگه چی میخوای؟ رستوران میخوای؟ داره. نایت کلاب میخوای؟ داره. چی میخوای آقا؟ میخوایم بریم توی آپارتمان یه نگاهی با هم میندازیم، ولی روز این آپارتمان رو بهت نشون میدم که شبش هم دیدی الان، روزش هم بهت نشون میدم. و بچه‌ها واقعا اگر اینو به غیر از یعنی هر چیزی که میگم، این خیابون خیلی 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 ارزش داره. اگر کسی بخواد واقعا یه سرمایه گذاری بکنه، مخصوصا بچه‌هایی که واقعا پولشون کمه، یا اصلا کسایی که اینوستورن که میخوان آقا این روزایی اتفاق میفته توی یورکویل تو بتونی همچین آپارتمانی رو خریداری کنی. آقا بریم داخل آپارتمان هم یه نگاهی با هم بندازیم. نگاهی تو خیابون یورکویل بندازیم. هتل ایزلتون رو میبینیم. تو این خیابون کلی رستورانای خوبه و واقعا نایت لایف بسیار عالی داره، مخصوصا بچه‌هایی که جوونن و دوست دارن که تو جاهای خوب تورنتو زندگی بکنن. لابی ساختمون رو داریم با هم میبینیم. کانسیرژ 24 ساعته داره. دسترسی، موقعیت مکانی اینجا فوق العاده است. کسایی که توی دانتان زندگی میکنن، کارشون توی دانتانه و میخوان تو قلب دانتان باشن، یورکویل خودتون میدونی یکی از گرونترین منطقه ها هستش. این آپارتمان طبقه 19 قرار گرفته، یونیتمون هم میشه 08 و اینجا هم داخل این آپارتمان یه آپارتمان کوزی بسیار خوشگل، واقعا خوشگل، یه ویو خیلی قشنگ هم داره. ساوت اکسپوژر هستیم، سرویس بهداشتی داره، آشپزخونه رو داریم با هم نگاه میکنیم. و توضیح بدم برای کسایی که فرست تایم هوم بایر هستن، میتونن با پرداخت 25000 دلار صاحب اینجا بشن. قیمت اون 499000 دلار. آفر دیت نداریم و میتونین کلکولیت بکنین، حساب کتاب بکنین که واقعا کسایی که میخوان برن اجاره بشینن، خب بهتره که صاحب خونه بشن تو جای خوب تورنتو و امیدواریم که به هر حال بتونیم برای شما عزیزان بهترینا رو انجام بدیم و از دیدن این یونیت هم لذت برده